چند سال پیش یه متنی خوندم که میگفت یه بیماری هست، فقط خیارها این بیماری رو میگیرن، ولی من حتی از اون بیماری هم میترسم. اگر بخوام مثال عینی و واقعیشو بگم، خودم زمانی که داشتم برای ارشد ژنتیک میخوندم 2 تا بیماری ژنتیکی داشتم، به خودم نسبت میدادم، کار به جایی رسید که میخواستم برم آزمایش ژنتیک بدم. حالا اگه تو هم جزو اون دسته از آدما هستی که مغزت اینجوری اذیتت میکنه، این کارو با من انجام بده. من میپذیرم این افکار غیر واقعی هستند و قرار نیست که توی زندگی واقعی اتفاق بیفتن. من میپذیرم اینها بازی ذهن منه و با این بازی همراه نمیشم. من تمام ترس‌هام در مورد این مسئله رو رها میکنم. من اجازه میدم تمام ترس‌هام رها بشن، چون باور دارم واقعی نیستن. من تصمیم میگیرم از این لحظه به بعد دیگه به این ترس‌ها بها ندم. من تصمیم میگیرم از همین لحظه وجودم خالی از ترس و پر از آرامش بشه.